سلام. بریم با هم دیگه مسافرت که بدون کافی نمیشه. پس اول یک کافی میکس فوری درست میکنیم، بعد به سفرمون ادامه میدیم. اینم منم با یک قیافه خیلی خوابالو به سفرمون ادامه دادیم. حدس بزنید داریم کجا میریم و این دو جاده کجاست. بازم منو داریم که با قهوه قبلی بیدار نشدم، پس یه قهوه دیگه میخوریم با بسکویت خیلی خوشمزه که تازه کشفش کردم. شما حتما امتحانش کنید. نکمم خوشحالی از پیدا کردن این بسکویت خوشمزه. رسیدیم به جاده زیبای اندیمش که خیلی سرسبز و خوشگل بود و هوا هم عالی بود. بعدم که به خاطر بسته بودن تمام رستورانا مجبور شدیم اینو بخوریم و تنها چیزی که پیدا کردیم همین بود. شما بودید چی کار میکردین؟ بعد از اون رفتیم پارک سنتر اهواز. این ماشین قدیمی رو میبینید. یکم هم از محوطش ببینیم و بعدم بریم خرید. ماما نگاه کن، کراپ ستش هم داره. محوطه روبروی پارک سنتر و این هواپیما که قرار شنیدم قرار کافی شاپ بشه. بعدم پیاده روی روی کارون. یکی از جاهایی که خیلی اسمشو میشنویم توی اهواز لشکرآباد خیابون انوشه است که پر از فلافل و سمبوسه و این چیزاست. حتما امتحانش کنید. جای جالبیه، یه سری شلوغ و کثیف داره ولی جای جالبی بود و امتحان کردنش خوب. بعدم که تست غذا رو داشتیم به این گفتن کپه عربی که برنج بود با گوشت و سویا. نه ما دوتا بگیم. اگه کوچیک دوتا یه خانواده دیگه برای همه خب کوچیک بگیم. خوبه ما هم دوتا هستیم. فکر نمی‌کنم. این تاج بود. اون خب قرمزه. قرمز تاج بوده. خیلی داغ. نتیجه خوردن کلی فلافل و سمبوسه ساده و پیتزای فوقه رضایت مشتری عزیزمون که بعدش سالاد میخورن و بعد از این همه صبح کردنی اینا قلیمه حساس بود که روشون پرتقال بود، خیلی بانمک بود. یکم تو همون لشکرآباد راه و بازم یعنی خیلی خوشمزه می‌کنه.
دارم میام خب بابا تو فیلم برو جلو بابا قرار بود اینجا فیلم بامیه گرفتنم ببینید ولی بابام اشتباه کرد. بعد رفتیم یه چای دبش بزنیم. این شیرپست زعفرونه و بقیه چایی که داشت چای ترش، چای زعفرونی و چای ساده بود. مرسی که ولاگمو دیدید. لایک و سابسکرایب یادتون نره.